دوستان عزیز درود به حیاکی شما. امیدوارم تن صحت و سالم هستید. امروز با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بانگ خطر صدا داد. در عموم در مجموع 230,000 حفظ کننده وطن، از آن جمله 100,000 از اداره کنندگان سربازان تا دیگر قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بودند و امروز ما خرسند هستیم که چنین دولت داریم، چنین پرزیدنت داریم. 100% خرسند هستیم و برای حفظ کردن این سرزمین وظیفه هر یک شهروندی ما هست تا برای حفظ این وطن کوشش کنیم. از اون جمله ان شاء الله اگر که راضی باشم، ما امروز جمع شده بودیم، اگر که باز راضی باشن با کجایی که اگر که ما رو راهی کنن برای حفظ کردن وطن آماده هستیم. شما نیز آماده باشید.